در واقع شما رو میخواستم با تعیین شدن و این وظیفه پرمسئولیت ولی افتخارمند تبریک و تهنیت میگویم. به شما کامیابی های بی‌نظیر و تمنا دارم. باعث افتخار و سرفرازی است که مؤسسه ما با اشتراک پیشوای معظم ملت افتتاح گردید و ما آموزگاران تصمیم گرفتیم که آن امر و سفارش های آن فرمان هایی که از طرف پیشوای ملت به ما داده شدند ما حتما آن را با سر بلند اجرا میکنیم و قید کردنی هستم که طی 80 سال در محله خاروق بالا یکان ساختمان به استفاده داده نشد، لیکن خوشبختانه امروز سیمای محله خاروق بالا تماما دیگرگون شده است، زیبا شده است با بیناهای خوشتر و زمانوی. بار دیگر به جناب عالی به پیشوای معظم ملت تشکرات اظهار سپاس خود را می‌رسانیم. خود را معرفی نمودن، با ساکنان از نزدیک شناس شدن، مشکل‌های جای داشته را آمیختن و در یکجایگی حل و فصل نارساگی‌های موجود بوده. چنین بود هدف ملاقات و آخری اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروق علیشیر میرزانباد خدابرده با ساکنان محله خاروق بالا. رئیس جماعت شهرک شیرینشاه شاه تیمور رسول رجبوف گروه کاری حکومت شهر خاروق را تحت راهبری علیشیر میرزانباد معرفی نموده قید داشت که چنین ملاقات و آخری ها در همه محله های مرکزی ولایت دایر کرده می شوند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروق علیشیر میرزانباد در ابتدای سخن گفت که زاده منطقه فیضبور بدخشان است و از شمار آن تاجیکان کوهستان است که نیروی جوانی خود را برای آبادی و سرسبزی وطن بخشیده فداکار این مردمی سرزمین اجدادی می باشد. گفت تا حدی که نیرو دارد این مسئولیت بلند را با سربلندی به اجرا خواهد رساند و در عملی شوی این هدف تکیهگاه او ساکنان مرکزی ولایت جوانان با ننگ و آر شهر خاروق می باشند. علیشیر میرزانباد قید نمود که همچون اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروق به هر یک ساکن مرکزی ولایت باوری و اعتماد کامل دارد که در همدستی و همدیگر فهمی برادری و سازندگی این گوشه تاجیکستان را از این هم زیباتر و آبادتر می گردانند. سال تا سال زیبا و آباد گردیدن خود محله خاروق بالا، ساختمان انشاءات جدید و زمانوی در اینجا، بسان مؤسسه تعلیمی، کالج طبی، بینای ماموری کارمندان جماعت شهرک، بینای ریاست معارف ولایت، میدانچه معاصر ورزشی و غیره آبادکاری ها شهادت پیشرفت خاروق بالا می باشد. گفته شد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان ضمن به استفاده دادن دو انشاءات مهم بینای ریاست معارف ولایت و مؤسسه تعلیمی رقم 8 از این محله دیدن نمودند که این یقینا افتخار هر یک ساکن محله خاروق بالا می باشد. من بعد نیز شاهکاری و آبادکاری ها به افتخار 30مین سالگرد استقلالیت وطن در این محله دوام خواهند یافت. علیشیر میرزانباد همزمان بابت پاندمی جهانی و بوی عصر کرونا ویروس که تمام ساکنان سیاره را به تهلکه انداخته است ابراز سخن نمود. گرچند اوج مرحله دوم این بیماری در شهر خاروق کم به نظر می رسد ولی احتیاط نیم حیات گفتند. سلامتی خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید زیرا تندرستی هر یک شهروند در مجمع سلامتی ملت می باشد گفت علیشیر میرزانباد. ساکنان محله خاروق بالا در نوبت خود به اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروق برای به وظیفه پرمسئولیت صدر شهر خاروق انتخاب شدنش تهنیت گفتند. قید نمودند که این انتخاب پرزیدنت مملکت امام علی رحمان را پر جانبداری کامل دارند و همیشه دربر رئیس شهر و رئیس ولایت قرار دارند. یکی از ساکنان محله خاروق بالا دیرکتور مؤسسه تعلیمی رقم 8 گلبخت غلچبیکова چنین ابراز سخن نمود. های زمانوی در حدود مرکزی ولایت، روشنکنانی راه اساسی مرکزی ولایت، بیکاری جوانان، زیر نظارت قطعی گرفتن نرخ و نوای بازارهای شهر خاروق، تشکیل ایستگاه‌های نقلیاتی برای اهالی و غیره مسائل ابراز سخن نمودند. در برابر پیشنهاد دیگر درخواست‌ها تعمیر رودخانه تیمور نیز مورد تحلیل قرار داده شده. گفته شد که تعمیر آن برای ساکنان محله خاروق بالا مهم است زیرا هنگام فصل تابستان زیاد شدن آب رودخانه قسمت‌های راه اساسی شسته می‌گردند. از جانب ساکنان اطلاع داده شد که خرد و بزرگ محله خاروق بالا مخصوصاً جوانان محله
ҳамчун ризокорони асил дар ҳалли мушкилиҳои ҷомеа дастёру кӯмакрасо мебошанд ва минбаъд низ иқдоми ризокоронаи худро баҳри ободиву шукуфоии ватан давом хоҳанд дод. дар интиҳои суҳбат ва охирӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хорух Алишер Мирзонабуд аз утоқҳои кории кормандони ҷамоати шаҳраки Шириншоҳ Шоҳтемур ҳамзамон аз симхонаҳои муассисаи таълимии рақами 8 дидан намуд. ба иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хорух иттилоъ дода шуд ки ин муассисаи таълимӣ бо беҳтарин шароити хониш таъмин буда барои муваффақона паси сар намудани зимистони имсола омодагии пурра дошта толибилмону волидони онҳо баҳри чунин муассисаи таълимии муосир барои роҳбарияти олии мамлакат сипосгузории амиқ доранд.